دور سوم در مسقط عمان برگزار شد. ما از دولت عمان، از آقای بوسعیدی وزیر محترم امور خارجه بسیار متشکریم و قدردان هستیم. بسیار ترتیبات خوبی رو فراهم کرده بودند و یک محیط آرام بدون حضور خبرنگاران که در آرامش بتونه مذاکرات انجام بشه. میتونم عرض بکنم که مذاکرات این بار خیلی جدی تر از گذشته بود و ما به تدریج وارد بعضی از بحث‌های جزئی‌تر، فنی‌تر، تکنیکی‌تر شدیم. حضور کارشناسان بسیار مفید بود. ما چندین بار به صورت مکتوب نظراتمون رو رد و بدل کردیم. مذاکرات خب غیر مستقیم هست، میدونید بحث‌های فنی یه مقدار دقت‌های خودش رو میخواد، لذا عمدتاً به صورت مکتوب مواضع رد و بدل شد و بعد اونها سوالاتی داشتند، ما مکتوب جواب دادیم، ما سوالاتی داشتیم دادیم بهشون. در مجموع میتونم عرض بکنم که فضای مذاکره یک فضای کاملا جدی و کاری بود. یه مقداری از بحث‌های کلان فاصله گرفتیم. این معنیش نیست که ما اختلافات هم حل شده، نه، هم در موضوعات کلان اختلافات وجود داره، هم در جزئیات وجود داره. تا جلسه بعدی قرار هست که بررسی‌های بیشتری در پایتخت‌ها صورت بگیره که ما چگونه میشه اختلافات رو کم کرد. ولی این که هر دو طرف جدی بودن، با جدیت وارد مذاکره شدن، خب بس این کاملا مشهود بود و خود این یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما امیدوار باشیم که میشه پیشرفت کرد. البته این امیدواری ما همچنان به شدت محتاطانه است و مسائلی هست که باید در موردش تفاهمات کلی به دست بیاد و بعد در مورد جزئیاتش مذاکره بشه. عرض میکنم ما امیدوار هستیم، البته به شدت محتاطانه.